تیر ماه 1403 نمایشگاه بین‌المللی تهران. سلام، من مهرین نظری هستم و از مکتک گزارش میدم. امسال 27مین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ الکترونیک و کامپیوتر از 9 تا 12 تیر ماه توی نمایشگاه بین‌المللی برگزار میشه. ما رو همراهی کنید تا یه گزارشی از نمایشگاه ببینید. همین اول کار رفتیم سراغ همراه اول که یکی از بزرگترین غرفه‌های این نمایشگاه در اختیار این اپراتوره. امسال همراه اول امکان BNPL رو اضافه کرده که با استفاده از ارزش اعتباری که واسطه سیم کارتتون دارین میتونین گوشی بخرین و بعداً پولش رو پرداخت کنین. غرفه‌های آچاره و فلای تودی هم از حاضرین نمایشگاهن. همچنین همراه اول برای اوقات فراغت حضار در الکامپ یه سری اجراهایی رو تدارک دیده. موبینت هم در الکامپ 1403 با تمرکز بر گیمینگ ابری و واقعیت مجازی حاضر شده. در غرفه حرکت اول هستیم. ویسی همراه اول در خدمت دوستان عزیزمون اصحاب شیراز، جناب آقای بهادرپور. آقای بهادرپور، لطف می‌کنید به من بگید که نمایشگاه امسال رو نسبت به سال‌های قبل چطور ارزیابی می‌کنید؟ نمایشگاه امسال میتونم بگم از طرف حضور پررنگتر شرکت‌های مادر تخصصی مثل همراه اول و ایرانسل، بانک ملت و شرکت‌های پرداختیاری رو داشتیم. از طرف دیگه میتونم بگم الکامپ استارز شاید یک مقدار نسبت به دوره‌های قبلی کم فروختر برگزار شد که حالا علت‌های خیلی متفاوتی داره که قطعاً همه نسبت بهش آگاه هستیم، ولی امیدوارم که حالا این روند تغییر بکنه و تجربه بر سیاست‌های کلان کشوری که انشالله سال‌های آینده بتونیم دوباره رونق این قسمت از اکوسیستم نوآوری رو شاهد باشیم. متشکرم. و وضعیت استارتاپ‌ها رو چطور دیدید امسال؟ استارتاپ‌ها اکثرشون که حالا به جرات بتونم بگم فکر گرفتن استارتاپ ویزا و مهاجرت هستن، ولی اون استارتاپ‌هایی که عملاً الک شدن و باقی موندن میتونم بگم یک مقدار حالا به زبان عامیانه سخت جون‌تر از بقیه هستن و این میتونه برای ویسی ها جذاب‌تر باشه که استارتاپی تونسته این شرایط سخت رو پشت سر بذاره و سروایو بکنه و باقی بمونه توی بازار، پس ارزش سرمایه‌گذاری بالاتری رو خواهد داشت. ایرانسل هم توی الکامپ 1403 تمرکزش روی فیبر نوریه. نکته قابل توجه این دوره نمایشگاه حضور پررنگ چینی‌ها و محصولاتشون توی نمایشگاهه. اما رسیدیم به تسکو، برندی که محصولات گیمینگ جدید خودش رو به نمایش گذاشته و امکان تست اونا رو به حضار میده. تجهیزات شبکه هم توی این دوره از نمایشگاه یک بخش مجزا رو به خودشون اختصاص دادن که خلاقیت بعضی از غرفه‌ها قابل توجهه. یه سر هم به غرفه تفتا اومدیم و باهاشون یه گپ کوچیکی زدیم. در غرفه تکنو تجارت هستیم. بازوی سرمایه‌گذاری و نوآوری هلدینگ تفتا در خدمت جناب آقای علیپور. آقای علیپور، وضعیت الکامپ امسال رو چطور دیدین؟ ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. حقیقتش امسال یک مقدار استارتاپ هایی که به ما مراجعه میکنن بیشتر مرحله ارلی استیج و سید استیج تو مرحله ایده هستن. تمرکز بانک تجارت توی تکنو تجارت، سرمایه‌گذاری جدید روی کسب و کارهای یه مقدار بالغ‌تر هستش. گرچه توی همین 2 روزی که بوده امروز استقبال بیشتر بود نسبت به روز اول، شلوغ‌تر هست و عزیزانی که تشریف میارن بود گزینه‌ای که در واقع رودمپ تو رودمپ خودش یه مقدار جلوتره، تو مراحل ابتدایی نیستش. ما الان توی تکنو تجارت در واقع 10 تا حدوداً توی پورتفومون داریم و برای نمایشگاه هم فصلنامه‌ای رو در واقع ویژه‌نامه‌ای هستش که آماده کردیم تو حوزه نوآوری و فینتک
و بحث‌های جدیدی که بانک تجارت مأموریت داره، مثل توکنایز املاک و پلن‌های جدیدی که بحث تژینو هستش، ساخت در واقع مرکز نوآوری، حالا برج نوآوری به تعبیری، انشالله توی آینده ما ثمرش رو خواهیم دید. ممنونم. و وضعیت استارتاپ ها رو چطور دیدید امسال؟ زنده باشید. استارتاپ ها عموما بیشتر افرادی که تشریف میارن تو مرحله ایده هستن و چون تکنو تجارت فقط روی کسب و کارهایی رو در واقع سرمایه گذاری میکنه که بتونه به زنجیره ارزش بانک تجارت کمک بکنه، یه خلق ارزشی برای بانک بکنه. این جزء محدودیت های تکنو هستش. کسب و کارهایی که عموما میان اینجا یک مقدار دید کامل و دید جامع رو باید داشته باشن، یه مقدار فقط رو محصول خودشون تمرکز میکنن. دوستان اگر بتونن این کلنگری و کل در واقع بازار رو بتونن مدل بکنن و ذی‌نفع‌ها رو شناسایی بکنن و درگیر در واقع بیزینس مدلشون بکنن و به صورت خاص بانک هم درگیرش بکنن، ما میتونیم در خدمتشون باشیم. اما روبیکا هم با دکور جذاب و برگزاری مسابقات مختلف و سرگرم کننده یکی از ستاره های الکامپ 1403 به شمار میاد. در این بین با بچه‌های یکدانت هم گپ زدیم. همونطور که اشاره کردیم بحث بازاریابی دیجیتال یکی از مباحثیه که الکامپ امسال خیلی بهش پرداخته. برای همین اومدیم به غرفه یکدانت و در خدمت آقای یوسفی هستیم. آقای یوسفی، وضعیت تبلیغات و بازاریابی دیجیتال رو امسال چطور می‌بینید؟ سلام. در کل وضعیت مارکتینگ دیجیتال یا به طور خاص مارکتینگ آنلاین فکر می‌کنم که توی چند سال اخیر خب روندش خیلی صعودی بوده. توی ایران هنوز خیلی فاصله داریم با آمارهای جهانی خارج از ایران، توی اروپا، توی آمریکا، ولی طبق داده هایی که خودمون هم هر سال منتشرش می‌کنیم توی گزارش هامون، الان شیب صعودی شدن استفاده از فضای دیجیتال خیلی مشخصه که رو به بهبوده و از گذشته خیلی بهتر شده. من فکر می‌کنم که این روند توی سالهای آینده حتی سریع‌تر هم اتفاق میفته. خیلی ممنون. و یکدانت چه آورده جدیدی داره امسال برامون؟ امسال فکر می‌کنم خیلی دست پر اومدیم اینجا. همین که شریک استراتژیکمون یکتاپی رو معرفی کردیم که B2B BNPL و خود یکتانت سرویس های جدیدی داره. علاوه بر سرویس SMS مون برای لید جنریشن یه سرویسی داریم با نام سرنخ و همینطور توی خود تبلیغات وب در پنل یکتانت ابزار جدیدی رو معرفی کردیم که تبلیغات بنری و تصاویرش رو با کمک هوش مصنوعی میتونیم بسازیم و در واقع از ابزارهایی مثل دالی و میدجرنی قدرت گرفتیم و داریم استفاده میکنیم. قراره که از مرداد ماه به صورت عمومی لانچ بشه. قسمت نمایشگاه هم جاییه که استارتاپ‌های تازه وارد میان و در مورد کارشون توضیحاتی رو ارائه میدن و از داورها فیدبک دریافت میکنن. توانتک هم از غرفه‌های جالب نمایشگاهی که با یکی از عواملشون گفتگو داشتیم. در غرفه توانتک هستیم در خدمت سرکار خانم میناسیان، مدیرعامل مجتمع رد. خانم میناسیان، من میخوام که یکم راجع به توانتک برامون توضیح بدید و چیزی که من شنیدم فکر کنم در خصوص دسترس پذیری کسب و کار هاست.
دقیقاً. البته یک قسمتیش دسترس پذیری در واقع تمام فضای دیجیتال و فضای مجازی که ما باهاش کار میکنیم، ولی اساساً توانتک از دل مجتمع آموزشی رد شکل گرفته در حوزه معلولیت و بیشترین کاری که میخواد بکنه اینه که تعامل بین حوزه معلولیت و دیجیتال، فضای مجازی و تکنولوژی رو به همدیگه نزدیک بکنه. به این معنا که حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی چه کمکی میتونه بکنه به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و یا افرادی که نیازهای ویژه‌ای دارند، که یک قسمتش که شما به درستی اشاره کردین دسترس پذیر بودن مجازی هست، چون به لحاظ فیزیکی ما تقریبا هیچ جای دسترس پذیر نیستش و خیلی سخته، ولی خب حوزه تکنولوژی راحت تره و میتونیم که ما این کار رو برای افرادی که داره نیازهای ویژه مثل نابینایی هستن، ناشنوایی هستن و چیزهای دیگه میتونیم ازش بهره ببریم. خیلی ممنونم، متشکرم. و الکامپ امسال رو چطور می‌بینی؟ الکامپ امسال رو من یه کمی پرشورتر میبینم. البته دیروز به نظرم یه کمی خلوت‌تر بود، علیرغمی که ما شلوغ‌تر بودیم چون همه تاکای ما دیروز بود، ولی احساس میکنم که مشارکت امسال بیشتره و امیدوارم بیشترم بشه. در آخر هم نگاهی به غرفه ورزش 3 آنتن و ابراروان انداختیم که غرفه ابراروان به دلیل دیزاین و رنگ پردازی غرفش حسابی توجه رو به خودش جلب کرده. اینم از الکامپ 1403. این دوره از نمایشگاه به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری ایران تحت تاثیر حواشی سیاسی بود. امیدواریم دوره‌های بعد دیگه شاهد این حواشی نباشیم. یادتون نره که چنل یوتیوب مکتک رو سابسکرایب و پیج اینستاگرام ما رو فالو کنین.